والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها در دنیایی که مرزها نمیتواند صدای قرآن را خاموش کند، دو صدا از دو سرزمین مختلف دل میلیون ها مسلمان را به لرزه می اندازد. یکی از قلب افغانستان، سرزمینی که فرزندانش قرآن را با عشق تلاوت می کنند، و دیگری از کشور مصر، سرزمینی که با صدای 1000 ساله قاریان روشن است. امروز شما را به یک مقایسه ویژه‌ای میبریم بین دو قاری بزرگ، استاد علیرضا رضایی از افغانستان و استاد محمود شهاد محمد انور از کشور مصر. اگر شما هم میخواهید صدای قرآن در جهان تنین انداز بماند، همین حالا با یک لایک و سابسکرایب در گسترش این پیام الهی با ما همراه شوید و در حمایت از قاریان قرآن سهم فعالی بگیرید. مطمئن باشید این یک ثواب جاریه هست. قاری علیرضا رضایی قاری برجسته بین المللی اهل افغانستان می باشد. وی در سال 1363 هجری شمسی در شهر مشهد ایران چشم به جهان گشود. او از 16 سالگی وارد جلسات قرآنی شد و با تلاش و پشتکار در 35مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رتبه نخست را از آن خود کرد. سبک تلاوت علیرضا رضایی سرشار از احساس نرم و معنویت عمیق است. تلاوت‌های او مثل نسیم روح‌نواز دلها را آرام و جان را روشن می‌سازد. و اما در آن سوی دیگر صدایی با قدرت و سبک خاص خود دلها را به آتش می‌کشد. صدایی که از مصر برمیخیزد و میراثی از نسل قاریان بزرگ را به دوش می‌کشد. قاری محمود شهاد محمد انور فرزند استاد بزرگ محمد انور در سال 1984 میلادی در آستانه دهقله مصر به دنیا آمد. از همان کودکی وارد محافل بزرگ قاهره شد و با صدای پرتنین و اجرای استادانه مقامات مانند چون صبا و بیات تحسین قاریان کهنکار را برانگیخت. او با سبک خاص خود ترکیبی از قدرت، تکنیک و احساس پرشور از یکی از محبوب‌ترین قاریان جهان عرب به شمار می رود. حالا به نظر شما تلاوت کدام یک از این قاریان بیشتر با روح یک مسلمان بازی می کند؟ قاری علیرضا رضایی از افغانستان یا محمود شهاد از مصر؟ و اگر دوست دارید صدای قرآن هیچ وقت خاموش نشود و این چهره‌های نورانی بیشتر بدرخشد، همین حالا با یک لایک و سابسکرایب در ادامه این راه الهی با ما همراه شوید و به افتخار قرآن و این دو قاری برجسته کامنت ها را پر از قلب سرخ کنید. این کوچکترین کاری است که می توانید برای زنده نگه داشتن صدای الهی قرآن انجام دهید.